گوش دادن به این کتاب به واسطه کلمات نامناسب به افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود. فصل 4. چجوری به همه رویاهات برسی؟ تصور کن ساعت 2 صبح و تو هنوز بیداری و روی کاناپه لم دادی و با چشای خسته و مغزی مه‌آلود به تلویزیون زل زدی. چرا؟ خودت هم نمیدونی. اینرسی میگه که راحت‌تر همونجا لم بدی و به تماشای تلویزیون ادامه بدی تا اینکه از جات پاشی و بری توی تختت. پس همونجا میشینی و به تلویزیون زل میزنی. عالی شد. اینجاست که مچت رو میگیرم. وقتی که حس میکنی بی انگیزه و گمی و در مقابل سرنوشت کاملا منفعل. آدمی که فردا کار خفنی برای انجام دادن داشته باشه ساعت 2 بعد از نصف شب روی کاناپه لم نمیده و به تلویزیون نگاه کنه. کسی که بحران درونی امید داره محکوم به اینه که ساعتها با اراده برخاستن از روی کاناپه در تقلا باشه و اتفاقا همین بحران لعنتیه که میخوام باهاش صحبت بکنم. من یهو روی صفحه تلویزیونت ظاهر میشم. من طوفانی از انرژیم با رنگای زمخت و پرزرق و برق و زشت و جلوه‌های صوتی آبکی و خز. عملاً دارم داد میزنم ولی با این وجود لبخندم حال خوبی توشه و یه جورایی آرامش بخشه. انگار که مستقیم به چشات زل زدم، فقط به خود تو، و میگم اگه بهت بگم که میتونم همه مشکلاتتو حل کنم چی؟ و خودت میگی ای بابا بی خیالاتی، تو حتی نصف مشکلات من رو هم نمیدونی. اگه بهت بگم که میتونم همه رویاهات رو برات عملی کنم چی؟ آره جون خودت، اتفاقا منم غول چراغ جادوام. ببین میدونم چه حالی داری. خیلی سریع با خودت میگی هیچکی نمیدونه من چه حالی دارم. حتی خودت هم تعجب میکنی که جوابت انقدر اتوماتیک و سریع بوده. من هم یه زمانی حس میکردم گم شدم. حس میکردم تنها منزوی و ناامیدم. من هم مثل تو شبها خواب نداشتم بدون هیچ دلیلی و با خودم فکر میکردم که مشکلی، ایرادی، چیزی دارم. با خودم میگفتم که این نیروهای نامرئی چی هن که سر راه من و رویاهام قرار گرفتن. و میدونم تو هم همچین حالی داری. میدونم تو هم حس میکنی یه چیزی گم کردی ولی نمیدونی چی. در واقع اینا رو میگم چون همه تجربهش کردن. اینها واقعیت‌های جدایی ناپذیر از وضعیت انسانی هستن. هممون تو جبران احساس گناهی که با بودنمون میاد عاجزیم. همه رنج میکشیم و هر کی یه جوری احساس میکنه قربانی شده. مخصوصا وقتی کم سن و سالتریم و یک عمر رو صرف تلافی اون رنج میکنیم. و اون لحظه‌ای از زندگی که هیچ چیز خوب پیش نمیره حس ناامیدی میاد سراغمون. ولی مثل بیشتر آدم‌هایی که دارن دست و پا میزنن یه جوری خودت رو توی درد مهر و موم کردی که فراموش کردی درد مشترکه و چالش‌هایی که داری فقط برای تو نیست، برای همه است. یه چیز جهانیه و چون این رو فراموش کردی حس می‌کنی که مستقیم دارم با خودت صحبت می‌کنم. انگار با یه قدرت جادویی به اندرون روحت نگاه میندازم و محتویات قلبت رو برات میخونم. برای همینه که صاف میشینی و گوشات چند درجه برای شنیدن حرفام تیز میشه و من تکرار میکنم چون من راهکار همه مشکلات رو دارم میتونم همه رویاهات رو واقعی کنم. حالا دارم بهت اشاره میکنم و انگشتم روی صفحه تلویزیونت خیلی گنده به نظر میرسه. من همه جوابها رو دارم. راز خوشبختی همیشگی و حیات ابدی و اون اینه که چیزهایی که در ادامش میگم انقدر عجیب و غریب، مزخرف، منحت و بدبینانه است که با خودت میگی نکنه این یارو داره راست میگه. مشکل اینجاست که تو میخوای حرفای من رو باور کنی. نیاز داری که باور کنی. من نماینده همون رستگاری و امیدی هستم که مغز احساسی براش جون میده و بهش نیاز مبرم داره. در نتیجه آروم آروم مغز اندیشمندت به این نتیجه میرسه که ایده من اونقدر جنون‌آمیز و احمقانه است که شاید جواب بده. برنامه تلویزیونی من ادامه پیدا میکنه و نیاز اگزیستانسیال تو برای یافتن معنا سیستم دفاعی روانت رو شکست میده و دروازه ها رو به روی من باز میکنه. به هر حال من به طرز بی سابقه ای نشون دادم که میدونم دردت چیه. من راه مخفی به حقیقت پنهان تو رو پیدا کردم. یه رگ کلوف که به اعماق قلبت میره. از لابلای دندونهای سفید گنده و واژه‌های پرسر و صدام بهت میگم
من هم یه روز به اندازه تو در و داغون بودم، ولی راه نجات رو پیدا کردم. با من بیا. ادامه میدم. حالا دیگه افتادم روی غلطک. زاویه دوربین عقب و جلو میرو. الان داره من رو از بغل نشون میده و یکم بعد از جلو. یهو دوربین میره روی تماشاگران حاضر توی استادیو. اونا مات و مبهوت حرفای من شدن. یه زن داره گریه میکنه. دهن یه مرد چارتاق باز مونده و فک تو هم با دیدن این تصاویر میفته. الان دیگه حسابی رفتی تو نخم. من رضایت ابدی رو برات به ارمغان میارم لعنتی. هر سوراخی رو پر میکنم، هر چاله چوله‌ای رو. فقط کافیه ثبت نام کنی. هزینه‌ش هم خیلی ناچیزه. خوشبختی چقدر برات میارزه؟ برو تو کارش. ثبت نام کن همین امروز. اونجاست که گوشی تو بر میداری، وارد وبسایت میشی و اعداد و ارقام لازم رو وارد میکنی. حقیقت و رستگاری و خوشبختی جاودان، همش مال تو. داره صاف میاد به سمتت. آماده ای؟ چجوری مذهب خودت رو راه بندازی؟ درآمدی بر یک روش علمی برای رسیدن به خوشبختی جاودان و رستگاری ابدی، یا اینکه پولتون رو پس بگیرید؟ خوش اومدید و بهتون تبریک میگم که اولین گام ها رو برای تحقق همه رویاهاتون برداشتید. این دوره که تموم شه همه مشکلات زندگیتون رو حل کردید. زندگی شما پر از فراوانی و آزادی خواهد بود و دوستانی بهتر از آب روان و محبوب‌های دوست داشتنی اطراف شما رو پر خواهند کرد. این موارد رو ضمانت میکنم. خیلی ساده است و همه هم از پسش برمیان. هیچ تحصیلات و مدرک خاصی هم مورد نیاز نیست. همه اون چیزی که لازم دارید یه وای فای و یه کیبورد سالمه که شما هم بتونید مذهب خودتون رو خلق کنید. درست متوجه شدی؟ تو هم میتونی همین امروز مذهب خودت رو راه بندازی و از هزاران مزایای اون استفاده کنی که بهت عشق بی قید و شرط، هدایای مالی و هزاران لایک توی اینستاگرام و توییتر میدن. تو این دوره 6 مرحله‌ای ما این مفاهیم رو پوشش میدیم. نظام‌های اعتقادی. میخوای مذهبت معنوی باشه یا سکولار؟ روی گذشته تمرکز کنی یا آینده؟ میخوای خشونت‌آمیز باشه یا مسالمت‌آمیز؟ اینا همه سوالات مهمی هستن، ولی نگران نباش، جوابشون فقط پیش خودمه. چجوری اولین پیروانمون رو پیدا کنی؟ و مهمتر از اون، میخوای پیروانت چجوری باشن؟ ثروتمند، فقیر، مذکر، مؤنث، گیاهخوار؟ من آخرین اخبار و اطلاعات رو لازم دارم. آیین‌ها و آیین‌ها. این رو بخور، اونجا بیست، این رو تکرار کن، خم شو، زانو بزن، حالا دور خودت بچرخ و کف بزن. همش برای همینه. لذت بخشترین قسمت مذهب اونجاشه که کارهای احمقانه‌ای رو ابداع کنی که همتون بهش اعتقاد داشته باشید و براش یه جور معنا قائل بشید. نگران نباشید، خودم کمکتون میکنم تا بروزترین، باحالترین و آرتیستی ترین آیین‌های روز رو برای خودتون بسازید. یه جوری که تو همه کوچه‌ها و خیابون‌ها در موردش حرف بزنن. البته چون مجبورن. چجوری دشمن پیدا کنیم؟ هیچ مذهبی کامل نیست مگر این که یه دشمن مشترک که همه بدبختی‌ها رو گردن اون بندازی و تشویش‌های درونیت رو روی اون خالی کنی وجود داشته باشه. زندگی تخمیه، ولی چرا باید به مشکلاتت برسی وقتی میتونی تقصیر رو گردن اونا بندازی؟ بله، تو این دوره بهترین راه رو برای پیدا کردن یه لولو خورخوره خبیث رو نشونت میدم و بهت یاد میدم چجوری پیروانت رو قانع کنی که ازش متنفر باشن. هیچ چیز به اندازه نفرت از یه دشمن مشترک ما رو متحد نمیکنه. پس جنگ افزارهات رو آماده کن. و در نهایت چجوری پول در بیاریم؟ چرا اصلا باید مذهب را بندازی اگه نتونی ازش درآمدی کسب کنی؟ تو این دوره یاد میگیری چجوری تا جایی که ممکنه پیروانت رو بدوشی. چه دنبال پول باشی، چه دنبال شهرت، چه دنبال قدرت سیاسی و چه اورژی، من هوا تو دارم. ببین، ما همه برای خلق امید به دار و دسته نیاز داریم. به یه گروه، یه جامعه، و هممون به امید نیاز داریم که عقلمون رو از دست ندیم. مذهب‌ها پایه و اساس همچین امیدهای جمعی هستن و ما قراره یاد بگیریم چجوری اونا رو از صفر بسازیم. مذهب چیز قشنگیه. وقتی تعدادی آدم با ارزش‌های مشترک رو کنار هم جمع می‌کنی،
رفتارهایی ازشون سر میزنه که هیچ وقت تنهایی انجامش نمیدن. طی یه جور اثر شبکه‌ای امیدشون چند برابر میشه و اون تایید اجتماعی که به خاطر عضویت توی گروه دریافت میکنن دست و پای مغز متفکر رو میبنده و باعث میشه مغز احساسیشون رم کنه. مذهب آدم‌ها رو دور هم جمع میکنه تا همدیگر رو تایید کنن و به هم حس مهم بودن بدن. در واقع یه توافق نانوشته بزرگه که اگه هممون دور یک مقصود مشترک جمع بشیم پس هممون مهم و ارزشمند هستیم و در نتیجه حقیقت تلخ به همون میزان از ما دور میمونه و این به طرز عجیبی از لحاظ روانی رضایت بخشه. آدما خودشون رو ول میکنن و قسمت خوبش اینه که مثل موم توی دستات نقش پذیر میشن به شکل بسیار متناقضی. توی گروهی که فرد هیچ کنترلی نداره فکر میکنه که حسابی روی خودش کنترل داره، ولی این دسترسی مستقیم به مغز احساسی خطراتی هم داره و اون اینه که گروه‌های بزرگی از آدم‌ها دست به کارهای تخمی، یلخی و غیر منطقی میزنن. پس آدم‌ها حس یگانگی و اتحاد پیدا میکنن، حس اینکه درک شدن و مورد مهر دیگران قرار گرفتن و از طرفی دیگه بعضی وقتا به جماعتی غضبناک و قاتل تبدیل میشن. این راهنما جزئیات تأسیس مذهب خودت رو بهت نشون میده تا بتونی از مزیت‌های داشتن هزاران پیرو آماده به شستشوی مغزی استفاده کنی. بیا شروع کنیم. چجوری مذهب خودت رو راه بندازی؟ گام اول، به ناامید امید بفروش. هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که یکی بهم گفت از دستات خون میچکه. انگار همین دیروز بود. سال 2005 بود. یه روز صبح آفتابی ولی سرد توی بوستون. اون موقع دانشجو بودم و داشتم میرفتم سر کلاس. تو فکر کارهای خودم بودم که یه عده از بچهای دانشگاه رو دیدم. اونا عکسایی از 11 سپتامبر در دست داشتن و پلاکاردهایی که روش نوشته بود آمریکا حقش بود. ببین، من خودم رو هیچ رقمه یه آدم وطن پرست نمیدونم، ولی به نظرم کسی که توی روز روشن همچین پلاکاردی رو هوا کرده کاملا شایسته یک مشت درست حسابی توی صورتش هست. کنارشون وایستادم و ازشون پرسیدم که دارن چیکار میکنن. یه میز کوچیک داشتن که روش چند تا تراکت بود. روی یکیشون عکس دیک چینی بود با شاخهای شیطانی و زیرش نوشته بود قاتل توده ها. روی یکی دیگه شونم عکس جورج بوش بود با سیبیل هیتلری. این دانشجوها عضو جنبش جوانان لاروش بودن، گروهی که توسط یه ایدئولوژیست چپ به اسم لیندن لاروش در نیو همشایر تأسیس شده بود. مریدهای لاروش ساعتهای زیادی در اطراف محوطه دانشگاه پرسه می‌زدن و به دانشجوهای مستعد و تاثیرپذیر تراکت و اعلامیه میدادن و وقتی من رسیدم بالای سرشون فقط 10 ثانیه زمان برد تا بفهمم واقعا چی هستن. یک مذهب. بله، اونا یه ایدئولوژی داشتن، یه مذهب ضد حکومت، ضد سرمایه‌داری، ضد قشر مسن جامعه و ضد سیستم. حرفشون این بود که نظام حاکم بر دنیا سر تا پا فاسده و تنها دلیل برای آغاز جنگ عراق این بود که رفقای جورج بوش میخواستن پول بیشتری در بیارن. اونا میگفتن که تروریسم و تیراندازی‌های خیابونی وجود خارجی ندارن و اینکه همچین رخدادهایی توسط حکومت برنامه‌ریزی میشن تا جمعیت رو کنترل کنن. رفیقای راستی من، ناراحت نباشید. چند سال بعد اونا همون سیبیل هیتلری رو برای اوباما کشیدن و همون ادعاها رو در مورد دولتش مطرح کردن. کاری که جنبش جوانان لاروش انجام میده نوبوغامیزه. این جنبش دانشجوهای ناراضی و برافروخته رو پیدا میکنه که معمولاً مردهای جوون هستن. بچه‌هایی که هم ترسیدن و هم عصبانی هستن. ترسیده از مسئولیتی که یهویی به اجبار روی شونه‌شون گذاشته شده و عصبانی از اینکه بزرگسالی چقدر ناامید کننده و پر از ناسازگاریه و بعد یه پیام ساده رو توی گوشاشون میخونن. تقصیر تو نیست. آره بچه جون، تو فکر میکردی تقصیر مامان و بابات بوده ولی تقصیر اونا نیست و میدونیم که فکر میکردی تقصیر استادای تخمی و دانشگاه گرونت باشه، ولی نه، تقصیر اونا هم نیست. احیانا اگه فکر کردی تقصیر حکومته نزدیک شدی، ولی نه، تقصیر اونا هم نیست. ببین، تقصیر سیستمه، این موجودیت عظیم و پیچیده و مبهم که همیشه فقط یه چیزای کمی ازش شنیدی. این همون ایمانی بود که لاروش داشت میفروخت.
اگه سیستم رو سرنگون کنیم همه چیز ردیف میشه. نه جنگی، نه رنجی و نه ظلمی. یادت باشه برای اینکه امید رو لمس کنی باید اول حس کنی که اون بیرون آینده بهتری هم هست، یا همون ارزش ها. باید حس کنی که توانایی رسیدن به اون آینده بهتر رو داری، یا همون خودکنترلی. و باید آدم‌هایی رو پیدا کنی که ارزش‌های مشترکی باهات دارن و از تلاشات حمایت میکنن، یعنی یک گروه. اوایل بزرگسالی دورانیه که خیلی از آدم‌ها با ارزش‌ها، خودکنترلی‌ها و گروهشون درگیری دارن. برای اولین بار تو زندگی میتونن خودشون تصمیم بگیرن که میخوان چی بشن. میخوان دکتر بشن، مدیریت بخونن، یه دوره روانشناسی رو بگذرونن، یا اینکه بدون هیچ مقصدی بزنن به جاده. گزینه‌ها اونقدر زیادن که آدم رو فلج میکنن و یه سرخوردگی اجتناب ناپذیر میاد سراغشون که باعث میشه ارزش‌هاشون رو زیر سوال ببرن و امیدشون رو از دست بدن. و بزرگسالا باید با خودکنترلی هم دست و پنجه نرم کنن. برای اولین بار توی زندگی کسی بالا سرشون نیست که چارچشمی مراقبشون باشه و 24 ساعت اونا رو تحت نظر داشته باشه. این قضیه از جهتی رهایی بخش و هیجان انگیزه. از جهتی دیگه هم الان دیگه فقط خودشون مسئول تصمیم گیری هاشون هستن و اگه نتونن به موقع از تخت خواب پاشن، اگه به کلاس یا سر کار نرسن، به اندازه کافی درس نخونن یا هر ریدمون دیگه‌ای، خیلی سخت بتونن تقصیر و گردن کسی جز خودشون بندازن. و اینکه جوونها خیلی درگیر پیدا کردن یه گروه همفاز، یه دایره دوستی و پذیرفته شدن توی اون گروه هستن. این قضیه نه تنها در رشد عاطفیشون حیاتیه، بلکه بهشون کمک میکنه هویتی برای خودشون پیدا کنن و اونو صفر بچسبن. آدمایی مثل لاروش از همین بچهای سرگردون و بی هدف سوء استفاده میکردن. لاروش برای توجیه خشم و نارضایتی اونا توضیح سیاسی و پیچیده ارائه میداد. بهشون حس کنترل و قدرت میداد. چجوری؟ با طرح‌ریزی راهی برای تغییر جهان. و در نهایت بهشون گروهی میداد که توش پذیرفته میشدن و میدونستن کی هستن. در نتیجه بهشون امید میداد. اون روز کنار بچه‌های لاروش به یکی از اون تراکت ها با تصویر 11 سپتامبر اشاره کردم و ازشون پرسیدم فکر نمی‌کنید یکم زیاده روی باشه؟ یکی از اون بچه‌ها جواب داد به نظر من که حتی داریم کمکاری هم میکنیم. ببین، من به بوش رأی ندادم و با جنگ عراق هم موافق نیستم، ولی مهم نیست به کی رأی میدی. رأی دادن یعنی رأی به این نظام فاسد و سرکوبگر. از دستای تو هم خون میچکه. ببخشید متوجه نشدم چی؟ حتی نمیدونستم چجوری باید برم تو صورت یکی، ولی یهو به خودم اومدم و دیدم دستم رو مش کردم. این یارو فکر میکنه گوز کدوم کونه که اینجوری با من حرف میزنه؟ یارو ولکنم نبود. با مشارکت تو نظام فقط به تداومش دامن میزنیم و در نتیجه تو کشتار میلیونی شهروندای بیگناه تو سراسر دنیا هم شریک جرم هستی. بیا اینو بخون. و یه تراکت رو داد دستم. بهش نگاه کردم. پشت و رو. گفتم این که خیلی کسشره. بحثمون یه چند دقیقه و همین شکل پیش رفت. اون موقع عقلم تا همینجا قد میداد. هنوز فکر میکردم اینجور چیزا فقط بر پایه منطق و علم و مدرک بنا شده، نه عواطف و ارزش‌ها. و ارزش‌ها رو نمیشه با دلیل و منطق تغییر داد، مگر با تجربه کردنشون. در نهایت بعد از اینکه اعصابم خورد و خاکشیر شد، تصمیم گرفتم از اونجا برم. همین که داشتم راه میافتادم، یکی از اون بچه‌ها سعی کرد قانعم کنه که برای یکی از سمینارهاشون ثبت نام کنم. بهم گفت لازمه که ذهن بازی داشته باشی پسر. حقیقت ترسناکه. سرم رو برگردوندم و بهش گفتم ظاهرا ذهن تو انقدر بازه که مغزت ازش افتاده پایین. البته این یه نقل قولی بود از کارل سیگن که چند وقت پیش یه جایی توی اینترنت خونده بودم. فکر کردم خیلی باهوشم و در نتیجه با خودم خیلی حال می‌کردم. به احتمال زیاد اونم فکر می‌کرد خیلی باهوشه و با خودش هم خیلی حال می‌کرد. اون روز کسی از عقیده‌اش کوتاه نیومد. زمانی که اوضاع در بدترین حالت خودشه، ما بیشتر از هر زمانی تاثیرپذیر میشیم. وقتی زندگیمون داره از هم میپاشه، یعنی اینکه ارزش هامون کم آوردن و شکست خوردن و ما داریم تو تاریکی به هر چیزی چنگ میزنیم. به دنبال ارزش‌های جدیدی هستیم که جایگزین قبلی‌ها کنیم. یه مذهب سقوط میکنه و فضا رو برای دیگری باز میکنه. کسانی که ایمانشون به خدای معنوی رو از دست میدن، دنبال خدای دنیوی میگردن. کسایی که خانواده‌شون رو از دست میدن، خودشون رو به نژاد، فرقه یا ملیتی پیشکش میکنن. کسایی که ایمانشون به دولت و حکومت رو از دست میدن، دست به دامن ایدئولوژی‌های افراطی میشن
تا بهشون امید بده. به همین دلیله که رهبران مذاهب بزرگ مبلغان مذهبی رو به فقیرترین و بیچاره‌ترین سرزمین‌های دنیا میفرستن و هنوز هم این کارو میکنن، چون آدم‌ها هر چی که شکمشون رو سیر کنه باور میکنن. برای مذهب جدید خودت بهترین کار اینه که پیامت رو برای کسانی موعظه کنی که زندگیشون بیشتر از همه ریده. فقرا، طرد شده ها، فراموش شده ها، کسایی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. میدونی منظورم اون کساییه که شب و روز پای اینستاگرام و توییتر هستن. جیم جونز مریدهاش رو چجوری پیدا کرد؟ بی خانمان ها و اقلیت های محروم رو آوردن و پیام های سوسیالیستی توی گوششون خوندن که با برداشت های جنون‌آمیز خودشون از مسیحیت قاطی شده بود. چی دارم میگم من؟ مسیح هم همین کارو کرد. بودا هم همینطور. موسی هم همینطور. منظورم اون که میفهمی. رهبران بزرگ مذهبی برای فقرا و بینواها و برده‌ها موعظه میکردن و بهشون میگفتن که جایگاه اونا بهشت برینه. در واقع یه برو درت و بذار آشکاری به طبقه اشراف اون زمان بود. و این پیام چیزیه که راحت طرفدارها و مریدای زیادی پیدا میکنه. این روزا خیلی راحت میتونی محبوب ناامیدها بشی. فقط یه پیج اینستاگرام لازم داری. محتوای عجیب و افراطی پست کن و بقیه کارا رو بسپر به الگوریتما. و هر چی محتوایی که تولید میکنی ردی‌تر و افراطی‌تر باشه، توجه بیشتری به خودت جلب میکنی و ناامیدهای بیشتری به سمتت هجوم میارن. مثل مگسایی که به پین گاو هجوم میبرن. خلاصه که اصلاً کار سختی نیست. اگه توی شبکه‌های اجتماعی عضو بشی ولی هیچی نگی به درد نمیخوره. باید یه پیام به ظاهر منسجم و قابل فهم داشته باشی. باید چشم‌انداز داشته باشی. چون خیلی راحت میتونی آدم‌ها رو به خاطر هیچ و پوچ کفری و برآشفته کنی. رسانه‌های خبری دارن از همین قضیه استفاده میکنن و کسب و کارشون سکه شده. براش بیزنس مدل دارن. ولی برای امید داشتن آدم باید حس کنه بخشی از یه جنبش بزرگتره که داره به یه تیم برنده تاریخ میپیونده و برای این هدف باید بهشون ایمان بدی. گام دوم، ایمانت رو انتخاب کن. هممون باید به یه چیزی ایمان داشته باشیم. بدون ایمان امیدی هم در کار نیست. آدمای غیر مذهبی کلمه ایمان رو که میشنون حالشون بد میشه. ولی ایمان داشتن اجتناب ناپذیره. مستندات و علم مبتنی بر تجربه‌های گذشته هستند. اما امید مبتنی بر تجربه‌های آینده است. و باید همیشه به یک نوع ایمان تکیه کنی که بهتون بگه چیزی در آینده قراره باز هم اتفاق بیفته. قسطای وامت رو پرداخت میکنی چون ایمان داری که اعتبار بانکی واقعیه، که این که بانک همه داراییت رو ببره واقعیه. به بچه‌هات میگی تکالیف مدرسه‌شون رو انجام بدن چون ایمان داری که تحصیلات مهمه و اونها رو به آدم‌های شادتر و سالمتری تبدیل میکنه. ایمان داری که خوشبختی وجود داره و دستیافتنیه. ایمان داری که ارزشش رو داره بیشتر عمر کنی. پس سخت تلاش میکنی تا صحیح و سالم باشی. ایمان داری که عشق مهمه، شغلت مهمه، که همه اینها مهمن. پس ما چیزی به اسم آتئیست نداریم. البته بستگی به این داره که تعریفت از آتئیست چی باشه. منظورم اینه که هممون باید باور داشته باشیم یا ایمان داشته باشیم که یه چیزی اهمیت داره. حتی اگه پوچگرا باشی، با ایمانی راسخ باور داری که هیچ چیز مهمتر از دیگری نیست. پس در نهایت همه چیز به ایمان برمیگرده. در نتیجه سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه که به چی ایمان داری؟ چی رو انتخاب میکنی که بهش ایمان داشته باشی؟ هر چیزی که مغز احساسی به عنوان بالاترین ارزش انتخاب کنه، یعنی همون که در قله هرم سلسله مراتب ارزشیت قرار میگیره، به لنزی تبدیل میشه که از اون دریچه همه ارزش‌های دیگر رو تفسیر کنی. بیایید به این بالاترین ارزش بگیم ارزش خداگونه. ارزش خداگونه بعضی آدم‌ها پوله. این آدم‌ها همه چیزهای دیگر رو، خانواده، عشق، پرستیژ، سیاست و همه چیز رو از لنز پول نگاه میکنن. خانواده تنها زمانی اونها رو دوست دارن که به اندازه کافی پول در بیارن. تنها زمانی مورد احترام قرار میگیرن که پول داشته باشن. همه کشمکش ها و سرخوردگی ها و حسادت ها و نگرانی ها و همه چیز به پول برمیگرده. ارزش خداگونه بعضی آدم ها عشقه. اونها همه ارزش های دیگر رو از منظر عشق میبینن. اونا تحت هر شرایطی با تعارض و ستیز مخالفن.
اونا با هر چیزی که آدم‌ها رو از هم جدا میکنه و بینشون تفرقه میندازه مخالف هستن. عده زیادی هم مسیح، محمد و یا بودا رو به عنوان ارزش خداگونه‌شون انتخاب میکنن. هر چیزی که تجربه میکنن رو از دریچه آموزه‌های رهبر مذهبیشون تفسیر میکنن. ارزش خداگونه بعضیا خودشونن یا یه جورایی لذت و قدرت خودشون. به این یکی میگن خودشیفتگی، مذهب بزرگپنداری. این آدم‌ها ایمانشون رو میذارن روی برتری و خودمحق بینیشون. برای بعضی هم ارزش خداگونه یه آدم دیگه است. بهش میگن هموابستگی. این آدما همه امیدشون رو از رابطه‌ای که با بقیه دارن میگیرن و خودشون و منافعشون رو برای اون آدم فدا میکنن. این آدم‌ها همه رفتارها، تصمیم‌ها و باورهاشون رو جوری میچینن که اون آدم دیگه یا همون خدای کوچولوی خودشون رو خوشحال میکنه. و حالا تصور کن یه همچین آدمی با یه آدم خودشیفته وارد رابطه بشه. اونجاست که اوضاع واقعا تخمی میشه. به هر حال ارزش خداگونه یه خودشیفته خودشه و ارزش خداگونه آدم وابسته توجه کردن و سرویس دادن به یه خودشیفته است. در نتیجه این رابطه در یک سیکل خراب و معیوب جریان پیدا میکنه. همه مذاهب باید با یک ارزش خداگونه منتهی بر ایمان شروع کنند. پرستش گربه ها، باور به کم شدن مالیات، باور به این که نباید هیچ وقت اجازه بدی بچه‌ها پاشون رو از خونه بیرون بذارن یا هر چیز دیگه‌ای. به یک ارزش مبتنی بر ایمان نیاز داری که بگه این و فقط این بهترین آینده ممکن رو میسازه و در نتیجه بیشترین امید رو خلق میکنه. بعد زندگی و بقیه ارزش هامون رو حول اون ارزش میچینیم. میریم دنبال کارهایی که در راستای اون ایمان هستن. ایده هایی که اون رو تحکیم یا تقویت میکنن. و مهمتر از همه گروه هایی که در اون ایمان با ما مشترک هستن. الانه که بعضی از خواننده هامون که ذهن علمی دارن دستشون رو بلند کنن و بگن یه چیزی هست به اسم فکت و مدارک زیادی داریم داله بر این که این فکت ها وجود دارن و در نتیجه ما به ایمان نیاز نداریم که بفهمیم یه چیزی واقعیه. خیلی خوب باشه. ولی یه چیزی در مورد اون مدارک و مستندات علمی هست که شما باید بدونید که اونها چیزی رو عوض نمی‌کنن. مدارک به مغز متفکر مربوط میشن، در حالی که تصمیم گیری در مورد ارزش‌ها به مغز احساسی مربوط میشه. تو نمیتونی صحت و سقم ارزش‌ها رو ارزیابی کنی، چون طبق تعریف ذهنی و من درآوردی هستن. پس میتونی اونقدر در مورد حقایق بحث بکنی تا جونت بالا بیاد، ولی در نهایت هیچ اهمیتی نداره. آدم‌ها اهمیت تجربهشون رو از دریچه ارزش‌هاشون تفسیر میکنن. اگه یه شهاب سنگ به یه شهر برخورد کنه و نصف جمعیتش رو بکشه، یا آدم مذهبی و سوپر سنتی میگه که دلیلش این بوده که گناه همه شهر رو برداشته. آتئیست میگه بیا دیدی گفتم خدا وجود نداره؟ چطور ممکنه یه قادر مطلق نیکخواه اجازه بده همچین فاجعه‌ای رخ بده؟ آدم لذتگرا هم به این فاجعه نگاه میکنه و با خودش میگه که بهونه خوبیه که بیشتر بزنیم و برقصیم، چون هر لحظه ممکنه بیفتیم و بمیریم. و یک کاپیتالیست این فاجعه رو فرصتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دفاع علیه شهاب سنگ‌ها می‌بینه. سند و مدرکن که در خدمت منافع ارزش خداگونه هستن، نه برعکس. تنها راه فرار از این وضعیت اینه که خود سند و مدرک به ارزش خداگونه تبدیل بشن. به اون مذهبی که حول پرستش سند و مدرک و مشاهدات بنا شده میگن علم. و با اختلاف بهترین کاریه که ما گونه بشر تا به حال انجام دادیم. ولی تو فصل بعد به علم و پیامدهاش هم میرسیم. حرف من اینه که همه ارزش‌ها و باورها مبتنی بر ایمان هستن. پس همه امید و در نتیجه همه مذاهب بر پایه ایمان بنا میشن. ایمان به این که یه چیزی میتونه مهم و ارزشمند و درست باشه، اگرچه هیچ راهی وجود نداره که صحت و سقم اون رو بسنجیم. پس من 3 نوع مذهب رو تعریف کردم که هر کدوم بر اساس نوع متفاوتی از ارزش خداگونه بنا میشه. 1. مذهب‌های معنوی. مذهب‌های معنوی امید رو از باورهای ماورالطبیعه میگیرن یا باور به چیزایی که ورای قلمرو مادی و فیزیکی هستن. این مذاهب در جایی خارج از این دنیا و خارج از این زندگی به دنبال آینده‌ای بهتر میگردن. مسیحیت، بودا، یهودیت و اسطوره‌های یونان باستان نمونه‌هایی از مذاهب معنوی هستند. 2. مذاهب ایدئولوژیک.
مذاهب ایدئولوژیک امید رو از دنیای مادی میگیرن. اونها به دنبال رستگاری و رشد هستن و باورهای مبتنی بر ایمان خودشون رو در چارچوب این دنیا و این زندگی شکل میدن. به عنوان نمونه میتونیم به کاپیتالیسم، کمونیسم، زیست بومگرایی، لیبرالیسم و فاشیسم اشاره کنیم. و 3. مذاهب میانفردی. مذاهب میانفردی امید رو از آدمهای اطراف فراهم میکنن. عشق رمانتیک، فرزندان، قهرمانای ورزشی، رهبرای سیاسی و سلبریتی‌ها مثال‌هایی از مذاهب میانفردی هستند. مذاهب معنوی ریسک و پاداش بالایی دارن. اینجور مذاهب مهارت‌ها و کاریزمای بالایی میطلبن، ولی بیشترین پیرو، وفاداری و سود رو خواهند داشت. واتیکان رو که دیدی، هولی شت. و اگه یه خوبش رو بسازی، بعد مرگت هم پابرجا و زنده میمونه. مذاهب ایدئولوژیک میزان سختی بازی رو میذارن روی حالت نرمال. تأسیس همچین مذاهبی زمان و انرژی زیادی میبره، ولی خیلی هم رایجه و چون تعدادشون خیلی زیاده، برای به دست آوردن امید آدم‌ها کلی با هم مسابقه میدن. خیلی وقتا بهشون میگن ترندهای فرهنگی، ولی در واقع تعداد کمی از اونها بیشتر از چند سال یا چند دهه به بقا ادامه میده و فقط بهتریناشون میتونن چند قرن بمونن. در نهایت میرسیم به مذاهب میانفردی که سطح دشواری بازی رو میذارن روی آسون. دلیلش هم اینه که مذاهب میانفردی به اندازه آدم‌های روی زمین زیادن. تقریبا هممون در برهه‌ای از زندگی خودمون رو و عزت نفسمون رو کاملا تسلیم یکی دیگه کردیم. بعضی وقتا آدم‌ها مذهب میانفردی رو در قالب عشق خام و دو آتیشه تجربه میکنن و این کثافت پر از رنجیه که باید تجربهش کنی و بعد از توش رشد کنی و بیای بیرون. بیایید با مذاهب معنوی شروع کنی، چون بیشترین ریسک رو میطلبن و بدون شک مهمترین مذهب‌های تاریخ بشر هستن. مذاهب معنوی از آیین‌های مذهبی انسان‌های نخستین گرفته تا خدایان عهد عتیق تا مذاهب تک خدایی بزرگی که تا همین امروز هم پابرجا هستند، بیشتر تاریخ بشر تحت سلطه باور به نیروهای ماورالطبیعی بوده و از اون مهمتر امید به اینکه برخی اعمال و اعتقادات توی زندگی به پاداش و زندگی بهتر توی زندگی بعدی منجر میشن. این شیفتگی نسبت به زندگی بعدی بیشتر هم شد، چون تو بیشتر تاریخ بشر همه چی بگاه بوده و 99% جمعیت امیدی به بهبود مادی یا فیزیکی زندگیشون نداشتن. اگه فکر میکنی الان اوضاع خوب نیست، پس به اون طاعونی فکر کن که 1/3 جمعیت اروپا رو از زمین محو کرد، یا اون جنگ هایی که هزاران کودک رو به بردگی کشید. در روزگاران دور اوضاع به قدری خراب بود که تنها راه برای این که عقل آدم ها سر جاشون بمونه این بود که بهشون وعده بدی زندگی بعدی هم وجود داره. مذاهب سنتی اجازه نمیدادن تار و پود جامعه از هم بپاشه، چون به مردم این اطمینان رو میدادن که رنجشون معنا داره و خدا همه رو زیر نظر داره، اجرشون محفوظه. اگه تا الان متوجه نشدی بذار بهت بگم. مذهب‌های معنوی بسیار انعطاف پذیر هستن. اونها صدها و شاید هم هزاران سال دوام آوردن. دلیلش هم اینه که باورهای ماورالطبیعی رو نه میشه اثبات کرد و نه رد. در نتیجه اگه یک باور ماورالطبیعی تو ارزش خداگونی یک نفر جا خوش کنه، تقریبا غیر ممکنه که اون رو در بیاری. یکی دیگه از ارکان قدرت مذهب‌های معنوی اینه که امید رو از دریچه مرگ پیشنهاد میده که یک اثر جانبی جذاب هم داره. جمعیت زیادی که تمایل دارن به خاطر باورهای غیر قابل اثبات جون بدن. رقابت با یه همچین چیزی خیلی سخته. مذاهب ایدئولوژیک. میدونی مذاهب ایدئولوژیک چجوری امید تولید میکنن؟ باور به اینکه کارهای خاصی نتایج بهتری رو در همین زندگی به بار میارن. البته فقط به شرطی که جمعیت زیادی اون رو بپذیرن. ایدئولوژی ها معمولا از جنس ایزم هستن. ناسیونالیسم یا ملیگرایی، ریسیزم یا نژاد پرستی، سکسیسم یا تبعیض جنسیتی و جنسیتگرایی، کاپیتالیسم، کمونیسم، فاشیسم، نازیسم، سوسیالیسم و غیره. برخلاف مذاهب معنوی، صحت و سقم ایدئولوژی ها رو میشه تا حدود مشخصی ارزیابی کرد. منظورم اینه که میتونی از لحاظ تئوریک بررسی کنی
که آیا یک بانک مرکزی میتونه نظام مالی رو پایدارتر کنه یا خیر، یا اینکه دموکراسی عدالت میاره، یا اینکه تحصیلات باعث میشه آدم‌ها کمتر همدیگر رو با تبر تیکه تیکه کنن یا نه. ولی با این وجود بیشتر ایدئولوژی‌ها هنوز هم روی ایمان تکیه میکنن. 2 دلیل برای این قضیه وجود داره. اول اینکه بعضی چیزها رو خیلی به سختی میشه تست و ارزیابی کرد، حتی شاید غیر ممکن باشه. دومی اینکه خیلی از ایدئولوژی‌ها متکی به این هستن که همه افراد جامعه به یک چیز واحد ایمان داشته باشن. برای مثال تو نمیتونی از لحاظ علمی ثابت کنی که پول ذاتاً ارزشمنده، ولی همه باور دارین که ارزشمنده، پس ارزشمنده. و نمیتونی ثابت کنی که تابعیت یک کشور یه چیز واقعیه یا اینکه نژاد وجود داره. اینها همه باورهای ساختگی اجتماعی هستن که ما پذیرفتیم و بهشون ایمان پیدا کردیم. مشکل سند و مدرک و ایدئولوژی اینه که آدمیزاد تمایل داره یه ذره مدرک رو بگیره و با همون بره جلو و چند تا مفهوم ساده و دم دستی رو روی همه آدم‌ها و همه سیاره‌ها اعمال کنه. و این عملاً همون خودشیفتگی ماست. نیاز ما به خودخفن پنداری و البته رم کردن مغز احساسی. پس اگرچه ایدئولوژی‌ها از فیلتر سند و مدرک و صحت سنجی رد میشن، ولی ما در صحت سنجی اونها عملکرد خوبی نداریم. بشریت اونقدر وسیع و پیچیده است که مغز نمیتونه همه رو حذف کنه. متغیرها خیلی زیادن، پس مغز اندیشمند ما ناگزیر میانبرهایی رو انتخاب میکنه تا به باورهای خودش برسه که در غیر این صورت ممکنه به باورهای درب و داغون برسه. ایدئولوژی‌های تخمی مثل نژاد پرستی یا جنسیت زدگی بقای خودشون رو بیشتر مدیون ناآگاهی هستن تا شرارت، و آدم‌ها به اون ایدئولوژی‌ها چنگ میزنن چون متاسفانه به پیروانشون امید میدن. راه اندازی مذاهب ایدئولوژیک خیلی کار سختیه، ولی خب رایج‌تر از مذاهب معنویه. برای پایه‌گذاری این مذاهب تنها کاری که باید بکنی اینه که یه توضیح به ظاهر منطقی مطرح کنی که چرا اوضاع اینقدر تخمیه و بعد تاثیرش روی زندگی آحاد مردم رو طوری پیش بینی و استنتاج کنی که بهشون امید بده. و بفرمایید مذهب ایدئولوژیک شما آماده است. اگه عمرت بالای 20 سال باشه بارها و بارها این اتفاق رو به چشم دیدی. خود من هم جنبش‌های زیادی رو دیدم در حمایت از حقوق LGBTQ، تحقیقات در مورد سلول‌های بنیادی، قانونی کردن ماریجوانا و غیره. در واقع چیزی که بیشتر از همه داره باعث میشه آدم‌ها خشتک‌ها بدرند و سر به کوه و بیابون بذارن اینه که ایدئولوژی‌های سنتگرا، ملیتگرا و پوپولیستی دارن در بیشتر نقاط دنیا قدرت سیاسی رو در دست میگیرن و این ایدئولوژی‌ها میخوان دستاوردهایی که ایدئولوژی‌های نئولیبرال، گلوبالیسم، فمینیسم و زیست‌بومگرا در قرن اخیر ساختن رو نابود کنن. مذاهب میانفردی. آخر هفته‌ها میلیون‌ها نفر دور هم جمع میشن که به یه مستطیل سبز خیره بشن. این قطعه زمین با خطوط سفیدی علامت گذاری شده. همه این آدم‌ها با قلبی پر از ایمان پذیرفتن که این خطها معانی مهمی دارن و بعد 10-20 جوان رعنا وارد زمین میشن. در چیدمان‌هایی که به ظاهر بی‌نظم و الکی میاد توی زمین پخش میشن و به یه توپ چرمی لگد میزنن. بسته به اینکه این توپ کی و کجا میره، یه گروه از آدم‌ها فریاد شادی سر میدن و گروه دیگه خیلی ناراحت میشن. ورزش یه جور مذهبه. نظام‌های ارزشی مندرآوردی که برای تایید دادن به مردم ساخته و پرداخته شدن. اگه توپ رو اینجا شوت کنی یه قهرمانی، اگه توپ رو اونجا شوت کنی یه بازنده‌ای. ورزش بعضیا رو به رتبه خدایی میرسونه و بعضیا رو به هیولای شرور تبدیل میکنه. لیونل مسی بهترین بازیکن فوتبال در تاریخ این ورزشه و در نتیجه به عقیده بعضیا یه قهرمانه، یه الگو، یه قدیس. در نتیجه بقیه فوتبالیستا در جایگاه پایینتری قرار میگیرن چون از اون ضعیف‌ترن و دارن استعدادشون رو تلف میکنن یا به طرفدارای این ورزش خیانت میکنن. ولی یه نمونه خفن‌تر و بزرگتر از مذاهب میانفردی هم وجود داره: سیاست. ما زیر سایه ارزش‌های مشترک دور هم جمع میشیم و تصمیم میگیریم حاکمیت،
اداره امور و رهبری رو به تعداد معدودی از آدم‌ها بسپاریم. درست مثل خطوط داخل مستطیل سبز، نظام‌های سیاسی هم چیزایی کاملا من‌درآوردی هستن و جایگاه قدرت وجود خارجی داره چون آحاد مردم بهش ایمان دارن. و چه دموکراسی باشه یا دیکتاتوری، نتیجه یکسانه. در خودآگاه جمعی ملت از گروه کوچک حاکمان بت ساخته میشه و در جایگاه بلندی قرار داده میشن، یا اینکه با هیولا و شیطان همتراز قرار میگیرن. مذاهب میانفردی این امید رو بهمون میدن که یه آدم دیگه میتونه برامون خوشبختی و رستگاری به ارمغان بیاره، که یه فرد یا گروهی از افراد برتر از بقیه هستن. گاهی مذهب میانفردی با باورهای فراتبیعی و باورهای ایدئولوژیک ترکیب میشن و نتیجهش میشه قدیس‌ها، قهرمان‌ها و شهدا. خیلی از مذاهب میانفردی حول رهبرامون شکل میگیرن. یه رهبر سیاسی یا یه سلبریتی که ظاهراً همه تجربیات و رنج‌های ما رو درک میکنه میتونه تو چشم ما جایگاه خداگونه پیدا کنه و اونجاست که بیشتر چیزایی که درست یا غلط میدونیم از کانال این که چه چیزی برای رهبر عزیزمون خوب یا بده فیلتر میشه. طرفداری به طور کلی یه جور مذهب سطح پایینه. طرفدارای ویل اسمیت یا ایلان ماسک یا همایون شجریان پیگیر هر کاری هستن که این آدم انجام میده. خیلی دقیق به تک تک حرفاشون گوش میدن و اینجوری فکر میکنن که این آدم آسمونی و برحقه. پرستش این چهره ها به طرفدارها امید میده، امید به آینده‌ای بهتر، حتی اگه در قالب یک فیلم، یک ترانه یا یک اختراع باشه. ولی مهمترین مذهب‌های میانفردی روابط خانوادگی و روابط عاشقانه هستن. باورها و عواطف درگیر تو این گونه روابط ذاتاً به واسطه تکامل شکل گرفتن، ولی کم و بیش همشون مبتنی بر ایمانن. هر خانواده برای خودش یک کلیسای کوچیکه، گروهی از مردم که ایمان دارن. عضویت تو این گروه به زندگیشون معنا، امید و رستگاری میده. البته که عشق رمانتیک هم میتونه یه تجربه شبه معنوی باشه، انگار که ما خودمون رو درون آدمی که دلباختش شدیم گم میکنیم و در مورد معنای کیهانی رابطمون به سای پر آب و تابی میبافیم. تمدن امروزی ما رو با این مذاهب کوچیک میانفردی و قبیله ها بیگانه و اون مذاهب رو با مذاهب بزرگ ایدئولوژیک مثل ملیگرایی و جهانگرایی جایگزین کرده، که البته این برای من و شما خالقان مذاهب خبر خوبیه، چون دیگه مجبور نیستیم پیوند زیادی رو قطع کنیم تا آدم‌ها رو از لحاظ عاطفی به خودمون وابسته کنیم، چون همونطور که در ادامه خواهیم دید مذهب کلاً یعنی وابستگی عاطفی و بهترین راه برای ایجاد این وابستگی اینه که کاری کنیم که آدم‌ها انتقادی فکر کنن. گام سوم، از قبل همه انتقادها یا سوالا را از درجه اعتبار ساقط کن. حالا که مذهب نوپای تو ارکان اصلی ایمانش رو پیدا کرده، باید راهی پیدا کنی که ازش در مقابل انتقادهای حتمی که سر راهش پرتاب میشه محافظت کنی. راهش اینه که یه نوع دو دستگی ما در مقابل اونا ایجاد کنی. اگر هر کسی از ما انتقاد کرد یا ما رو زیر سوال برد، فوراً بره توی گروه اونا. ممکنه به نظرتون کار سختی بیاد، ولی واقعاً آسونه. بذار چند تا مثال براتون بزنم. اگر از جنگ حمایت نکنید، پس پشتیبان تروریستا هستید. خداوند علم رو خلق کرد تا ایمانمون به خداوند رو آزمایش کنه. در نتیجه هر چیزی که در تناقض با انجیل هست صرفاً آزمونی برای ایمان ما به خداونده. هر کسی که از فمینیسم انتقاد کنه یه جنسیت زده بدبخته. هر کسی که از کاپیتالیسم انتقاد کنه یه کمونیسته. هر کسی که از شخص اول مملکت انتقاد کنه یه خائنه. هر کسی که فکر میکنه کریستیانو رونالدو از مسی بهتره اصلا فوتبال رو نفهمیده. در نتیجه هر نظری در مورد فوتبال بده از درجه اعتبار ساقطه. هدف این دو دستگی های ما در مقابل اونا اینه که پیروان شما قبل از اینکه اعتقادشون رو زیر سوال ببرن هر نوع استدلال یا بحثی رو تو نطفه خفه کنن. این دو دستگی های ما در مقابل اونا یه مزیت دیگه هم داره و اون ایجاد یه دشمن مشترک همیشگیه. دشمن مشترک خیلی خیلی مهمه. آره میدونم که هممون فکر میکنیم که ترجیح میدیم تو دنیایی پر از صلح و صفا زندگی کنیم، ولی صادقانه بهت بگم همچین دنیایی بیشتر از چند دقیقه هم دووم نمیاره.
دشمنای مشترک اتحاد رو توی مذاهب به وجود میارن. یه دشمن مشترک چه توجیه پذیر باشه چه نباشه، برای اینکه تقصیر دردهامون رو گردنش بندازیم و امیدمون رو حفظ کنیم ضروریه. دو دستگی‌های ما در مقابل اونا به همون دشمن‌هایی میده که شدیداً بهشون نیاز داریم. در نهایت شما باید بتونید تصویر خیلی ساده‌ای رو برای پیروانتون رسم کنید. اونایی که قضیه رو میگیرن دنیا رو نجات میدن. اونایی که نمیگیرنش دنیا رو به فنا میدن. تمام. همش بستگی به این داره که چه ایمانی رو میخوای بفروشی. مسیحیت، زرتشت، آزادی فردی، رژیم‌های غذایی عاری از گلوتن، روزه گرفتن‌های متناوب یا کوله‌گردی بدون پول و با تغذیه روزی یک بادوم. در ضمن فقط کافیه که به پیروانت بگی کافرها آدمای بدی هستن. باید اونا رو شیطانی جلوه بدی. اونا باعث اضمحلال هر چیز خوب و مقدس هستن. اونا همه چیز رو خراب میکنن. اونا عوضی‌های بدذاتی هستن. بعدش باید پیروانت رو قانع کنی که باید جلوی کسانی که اعتقاد شما رو نمیفهمن بایستن. آدم‌ها یا بالای سلسله مراتب ارزشی هستن یا ته. تو مذهب ما جایی اون وسط وجود نداره. هر چی رعب و وحشت بیشتر بهتر. اگه لازم شد یه خورده هم خالی ببند. یادت نره که مردم ذاتاً میخوان حس کنن یه جوری در جنگ حق علیه باطل مشارکت دارن که جهادگرهای عدالت، حقیقت و رستگاری هستن. پس هر چیزی که لازمه بگو. بهشون اون حس برحق بودن رو بده، چون برای ادامه مذهبتون لازمه. اینجاست که تئوری توطئه خیلی به کارتون میاد. همین واکسن‌ها هستن که باعث اوتیسم میشن. صنعت پزشکی و داروسازی با تخریب بنیان‌های خانواده پول زیادی به جیب میزنه. قضیه فقط این نیست که حامیای سقط جنین دیدگاه متفاوتی نسبت به شأن بیولوژیکی جنین دارن. قضیه اینه که اونا سربازای فرستاده شده از طرف شیطان هستن تا خانواده‌های خوب مسیحی رو نابود کنن. تغییرات اقلیمی فقط یه حیله بزرگ نیست، بلکه در اصل دولت چین این فریب رو سوار کرده تا اقتصاد آمریکا رو کند کنه و به دنیا مسلط بشه. گام چهارم، مراسم قربانی کردن به زبان ساده. اونقدر ساده که همه بتونن انجامش بدن. برای من که تو تگزاس بزرگ شده بودم، مسیح و فوتبال تنها خدایان مهم بودن و در حالی که یاد گرفتم از فوتبال لذت ببرم، با وجود اینکه توش خیلی هم افتضاح بودم، قضیه مسیح هیچ وقت منو نگرفت و برام معنایی نداشت. مسیح زنده بود، بعد مرد و بعد دوباره زنده شد و بعد دوباره مرد و اون یک انسان بود ولی خدا هم بود و حالا اون یه چیز انسان خدای روح طوریه که تا ابد همه رو دوست داره. البته به غیر از گی ها. شاید بستگی داره از چه کسی بپرسی. به نظرم همش الکی می اومد و حس می کردم که نمیدونم چه جوری بگم که به کسی بر نخوره. انگار آدما فقط چرت و پرت تف میدادن. منظورم رو بد برداشت نکن. من میتونستم دنبال روی خیلی از آموزه‌های مسیحی بشم. خوب باش و به همسایت مهر بورز و همه اینا. اردوهای مذهبی هم خیلی خوش میگذشت و کلیسا هم همیشه یه جایی توی یه اتاقی برامون کلوچه قایم کرده بود که خب وقتی بچه‌ای خیلی هیجان انگیزه. ولی اگه بخوام کاملا صادق باشم، خوشم نمی اومد مسیحی باشم و دلیلش هم خیلی احمقانه بود. مامان و بابام مجبورم میکردن لباسای خز و زشتی بپوشم. آره واقعا من تو 12 سالگی ایمان خانواده رو بردم زیر سوال و خدا ناباور شدم به خاطر ساسبنده و پاپیونای بچگونه. یادمه که از پدرم پرسیدم اگه خدا همه چی رو میدونه و هر کی هر کاری کنه باز هم دوستش داره، پس چه اهمیتی براش داره که من یک شنبه چی بپوشم؟ پدرم گفت بشین سر جا طول سگ. یا اینکه گفتم بابا اگه خداوند همه گناهان ما رو میبخشه، پس چرا چپ و راست دروغ نگیم و سر بقیه کلا نذاریم و دزدی نکنیم؟ مگه نگفتم بشین سر جا طول سگ؟ ولی آخه بابا کلیسا و مخلفاتش هیچ وقت من رو نگرفت. حتی قبل از اینکه به بلوغ برسم، دزدکی تیشرت‌های گروه 9 اینچ نیلز رو می‌بردم داخل مدرسه مسیحی و 1-2 سال بعد هم همین کار رو با کتاب نیشه کردم. از اونجا به بعد دیگه سرپایینی اضمحلال من بود. دیگه ساکت نمیموندم. یک شنبه‌ها کلیسا رو میپیچوندم تا توی پارکینگ سیگار بکشم. کار از کار گذشته بود. من یه لامذهب خدا نشناس شده بودم. سوالا و شکای من اونقدر زیاد و شدید شد
که یه روز معلم دین و زندگیمون من رو کشید کنار و با هم یه معامله کرد. به هم نمره کامل میده و به پدر و مادرم میگه که من یه دانش آموز ممتاز و الگوی بقیه هستم، به شرطی که دیگه جلوی بقیه بچه‌ها باگ‌های انجیل رو زیر سوال نبرم. من هم موافقت کردم. احتمالاً میدونید و براتون جای تعجب نیست که من آدم معنوی نیستم. نه مرسی، علاقه‌ای به باورهای ماورالطبیعی ندارم. به طرز بیمارگونه‌ای از آشوب عدم اطمینان لذت میبرم و متاسفانه این قضیه من رو به زندگی محکوم کرده که توش باید کلی با حقیقت تلخ دست و پنجه نرم کنم. ولی این چیزیه که من در مورد خودم پذیرفتم. البته الان که مسن‌تر شدم اون قضیه برای مسیح لباس پوشیدن رو درک میکنم. برخلاف اون چیزی که اون موقع فکر میکردم که پدر و مادرم و خداوند قصد شکنجه من رو دارن، قضیه در مورد احترام بود و نه به خدا، بلکه به اون جامعه مذهبی، به اون مذهب. لباس پوشیدن برای یک شنبه ها یعنی فضیلت ها رو به بقیه کلیسا بروها مخابره کنی و بهشون بگی که مسیح و مخلفاتش خیلی مهمن. این بخشی از اون نظام ما در مقابل اونهاست و داره میگه که تو یکی از ما هستی و باید طبق اون باهات رفتار بشه. و بعد نوبت به رداها میرسه. تا حالا دقت کردی که تو مهمترین لحظه‌های زندگی یکی هست که ردا بپوشه؟ عروسی، مراسم فارغ التحصیلی، مراسم عزاداری، جلسه دادگاه، جراحی قلب باز و آره حتی خطبه‌خوانی‌های کلیسا. اولین بار که متوجه این حقیقت در مورد رداها شدم روزی بود که داشتم فارغ التحصیل می‌شدم. هنگوور بودم و شب قبلش فقط 3 ساعت خوابیده بودم که تلو خوران رفتم روی صندلیم نشستم و آماده مراسم اهدای دیپلمم شدم. به دور و برم نگاه کردم و با خودم گفتم لعنتی، از وقتی که کلیسا میرفتم تا حالا این همه آدم رداپوش یه جا ندیده بودم. بعد یه نگاهی به خودم انداختم و در کمال وحشت دیدم که خودم هم یکی از اونها رو پوشیدم. ردا به عنوان یه سیگنال بصری عمل میکنه که نشانی از شأن و منزلته و بخشی از مراسم مذهبیه و ما به مراسم‌های مذهبی نیاز داریم چون اونا باعث میشن که ارزش‌های ما دستیافتنی و ملموس بشن. شما نمیتونی فقط با فکر کردن یه چیزی رو ارزشمند قلمداد کنی. باید زندگیش کنی. باید تجربهش کنی. و یک روش برای اینکه آدم‌ها ساده‌تر یک ارزش رو زندگی و تجربه کنن اینه که لباسای بامزه‌ای براشون طراحی کنی و کلمات قلمبه سلمبه‌ای که به نظر مهم میاد رو بهشون بگی که تکرار کنن. خلاصه بگم بهشون مراسم مذهبی بدی. مراسم مذهبی تجلی بصری و تجربی چیزیه که ما مهم میدونیم. برای همینه که هر مذهب درست حسابی چند تا از اونا رو داره. یادتون نره که عواطف و اعمال یکی هستن. پس برای اینکه سلسله مراتب ارزشی مغز احساسی رو دستکاری کنی یا تقویت کنی به چند عمل منحصر به فرد قابل شناسایی ولی ساده نیاز داری. و اینجاست که مراسم مذهبی و آیین‌ها وارد بازی میشن. مراسم مذهبی طراحی شدن که در بازه‌های زمانی بسیار طولانی تکرار بشن که همین باعث میشه معنا و اهمیت بیشتری پیدا کنن. مگه چند بار در روز فرصتش پیش میاد که کارهایی رو تکرار کنید که مردم 500 سال پیش هم انجام میدادن؟ این کارها سنگینن. مراسم مذهبی نمادین هستن. البته علاوه بر ارزش‌ها باید حاوی یه جور قصه هم باشن. مثلا تو کلیسا آدم‌های رداپوشی رو داریم که نون رو توی شراب یا آب انگور فرو میبرن و اون رو به آدم‌ها میدن و به عنوان نمادی از کالبد مسیح، این نمادگرایی تجلی ایثار مسیح برای رستگاری ماست. کشورها برای روز استقلال، روز بنیانگذاری و جنگ‌هایی که پیروز شدن یا شاید هم شکست خوردن، مراسم‌ها و آیین‌هایی می‌سازن. ما رژه میریم و پرچم تکون میدیم و آتش بازی میکنیم و این حس مشترک رو داریم که همه اینها معنای ارزشمندی داره. زوجها هم مراسم و تشریفات، عادتها و جوک‌های شخصی خودشون رو میسازن. همش به این دلیل که دوباره مهر تاییدی بر ارزش رابطه‌شون یا همون مذهب خصوصی میانفردیشون بزنن. مراسم و آیین‌ها ما رو به گذشته پیوند میزنن. ما رو با ارزش‌هامون پیوند میزنن. مهر تاییدی بر هویت ما هستن. آیین‌ها معمولاً شامل قربانی کردن میشن.
در روزگاران قدیم کشیش‌ها و رهبران مذهبی آدم‌ها را در محراب می‌کشتند و بعضی وقتها قلب‌های هنوز تپنده‌شون رو در می‌آوردن و مردم هم جیغ و داد می‌کردن و روی طبل و ناقوس می‌کوبیدن و کلی کارهای جنون‌آمیز دیگه. این قربانی کردن‌ها برای خوشحال کردن یک خدای عصبانی یا تضمین یک سال حاصلخیز یا دستیابی به چند تا نتیجه مطلوب انجام می‌شد. ولی دلیل اصلی این آیین‌های قربانی عمیق‌تر از این حرفاست. آدمیزاد اصولاً موجودی بسیار تحت تاثیر احساس گناه و عذاب وجدانه. فرض کن یک کیف پول پیدا می‌کنی که $100 هم داخلشه و هیچ کارت شناسایی یا شماره تلفنی هم توش نیست. کسی هم اون اطراف نیست و نمیدونی چجوری صاحبش رو پیدا کنی. پس نگهش می‌داری. قانون اول عواطف نیوتن میگه که هر عملی یک عکس‌العمل عاطفی با شدت برابر و در جهت مخالف ایجاد میکنه. توی این مورد هم چیز خوبی برات اتفاق افتاده بدون اینکه استحقاقش رو داشته باشی. پس عذاب وجدان خالص. حالا اینجوری بهش فکر کن. تو پا به عرصه وجود گذاشتی. هیچ کاری نکردی که استحقاق بودن رو داشته باشی. حتی نمیدونی که چرا شروع به بودن کردی. فقط یهو به خودت اومدی و دیدی هستی. بوم! یه زندگی واسه خودت داری و هیچ هم نمیدونی که از کجا اومدی و چرا. اگه اعتقاد داری که خدا اون رو بهت داده، پس کارت در اومده، چون خیلی بهش بدهکاری. ولی حتی اگه به خدا هم اعتقاد نداشته باشی، لعنتی، موهبت زندگی یه جور بهت داده شده. چی کار کردی که استحقاقش رو داشته باشی؟ حالا چجوری زندگی کنی که ارزش همه اینها رو داشته باشه؟ این همون سوال همیشگی و در عین حال جواب ناپذیر وضعیت انسانیه. و اینکه چرا این عذاب وجدان ذاتی که با میل بودن میاد رکن اصلی همه مذاهب معنویه. آیین‌های قربانی کردن که در مذاهب معنوی کهن پدیدار شدن به پیروانشون حس جبران اون بدهی رو میده و اینکه حالا دیگه زندگیشون ارزشمند شده. اگرچه اون روزها آدم رو قربانی میکردن، ولی در نهایت آدم‌ها باهوشتر شدن و متوجه شدن که میتونن به صورت نمادین یه زندگی رو، مسیح یا هر کس دیگه‌ای رو برای رستگاری بشریت قربانی کنن، یا اینکه به جای انسان یه حیوان زبون بسته رو قربانی کنن و گوشتش رو نذر کنن. اینجوری دیگه مجبور نبودیم هر چند روز یک بار خون و کثافت رو از روی محرابا پاک کنیم و مگس‌ها رو بپرونیم. بیشتر آیین‌های مذهبی برای تسکین و تلطیف اون احساس گناه و عذاب وجدان شکل گرفتن. حتی میشه گفت که همه نمازها و دعاها برای همین منظور طراحی شده. اپیزودهای کوتاهی از تسکین عذاب وجدان. به درگاه خداوند دعا نمی‌کنی که بگی آره لعنتی من خیلی خفنم. نه خیر. دعا مثل نامه سپاسگزاری عمل میکنه. ممنونم خدایا برای اینکه اجازه دادی من باشم. اگرچه گاهی بودن هم خیلی تخمیه. متاسفم برای همه اون کارهای بد و پشیمونم که حتی فکرشون هم به سرم زد. و بوم! احساس گناه ناپدید میشه. حداقل برای مدت کوتاهی. مذاهب ایدئولوژیک این احساس عذاب وجدان رو خیلی ماهرانه تر از مذاهب معنوی مدیریت میکنن. ملت‌ها این عذاب وجدان اگزیستانسیال رو به سمت خدمات سوق میدن. مملکت این فرصت‌ها رو بهت تقدیم کرده. پس این لباس سربازی رو بپوش، بجنگ و از کشورت دفاع کن. ایدئولوژی‌های راستگرا معمولاً فرایند ضروری قربانی کردن رو در قالب محافظت از مرزهای کشور و خانواده می‌بینن. ایدئولوژی‌های چپگرا هم معمولاً قربانی کردن رو در این می‌بینن که فرد منافع جامعه رو به منافع خودش ترجیح بده و در مذاهب میانفردی فدا کردن خود یه جور حس عاشقی و وفاداری خلق میکنه. مفهوم ازدواج رو ببین. منظورم اینه که توی محراب میسی و قول میدی که زندگیت رو بدی به یه آدم دیگه. هممون حس میکنیم که شایسته دوست داشته شدن هستیم. حتی اگه زیر سایه والدین خفنی تربیت شده باشیم، بعضی وقتا با خودت میگی که واو، چرا من؟ چی کار کردم که لایق این همه عشق باشم؟ مذهب‌های میانفردی با تنوع زیاد آیین و ایثار کاری میکنن که آدم‌ها حس کنن لایق دوست داشته شدن هستن. حلقه‌ها، هدیه‌ها، سالگردها، پاک کردن لکه‌های شاش از کف دستشویی، همه اینها چیزهای ریزی هستن که جزئی از کل بزرگتری هستن. قابلی نداشت اصلاً.
گام پنجم، بهشت رو وعده بده، جهنم رو تحویل بده. اگه تا الان توی این دوره با ما بودی و مذهب خودت رو به جایی رسوندی، این یعنی تعداد زیادی از آدمای تشنه فرار از حقیقت تلخ رو دور هم جمع کردی که دارن آموزه های تخمی من درآوردی تو مطالعه میکنن. به دوستاشون پشت کردن و به خانواده هاشون گفتن که گورتون رو گم کنید. حالا وقتشه که یکم جدی بشیم. زیبایی مذهب اینه که هرچه رستگاری، روشن ضمیری، صلح جهانی، خوشبختی محض یا هر کوفتی رو به مردم بیشتر وعده بدی، اونا هم بیشتر نمیتونن پا به پای اون وعده ها زندگی کنن و هرچه بیشتر از اون وعده ها عقب بیفتن، بیشتر از خودشون انتقاد میکنن و احساس گناه میاد سراغشون و هرچی خود انتقادی و احساس گناه بیشتری داشته باشن، از شما شدیدتر پیروی میکنن و هر کاری رو بهشون بگید انجام میدن تا اون قصور رو جبران کنن. بعضی از آدما ممکنه به این بگن چرخه سوء استفاده روانی، ولی بیاید با این عبارت قلمبه سلمبه بازیمون رو خراب نکنیم. شرکت‌های هرمی خیلی ماهرانه از این بازی‌ها سرمون در میارن. به یک کلاهبردار پول میدیم و یه سری چیزایی رو که نمیخوایم رو میخریم و 3 ماه بعدش سگدو میزنیم که چند نفر رو پیدا کنیم که اونها هم بخرن و وارد بازی بشن و زیر مجموعمون بشن که اونها هم محصولاتی رو خرید و فروش کنن که کسی واقعا نمیخوادشون و این جواب نمیده. به جای اینکه واضحات رو ببینی که اساساً قضیه یه کلاهبرداری بزرگه که توی کلاه رو سر یه کلاهبردار دیگه میذاری تا اونم کلاهایی رو سر بقیه بذاره و برداره، خودت رو مقصر میدونی. و به جای اینکه واضحات رو ببینی که اساساً قضیه یه کلاهبرداری بزرگه، خودت رو مقصر میدونی. چون که خب نگاه کن، اون آدمه که بالای هرمه یه فراری داره و تو هم یه فراری میخوای، پس تابلوه که مشکل از توه، نه؟ خوشبختانه اون آدمی که فراری داره یه آدم بساز بخشنده است که موافقت کرده برای اون سمینار بذاره و کمکمون کنه ما هم بتونیم آشغال‌هایی که هیچ کس نیاز نداره رو به آدم‌هایی بفروشیم که میخوان آشغال‌هایی که هیچ کس نمیخواد رو بفروشن به آدم‌هایی که، و این داستان ادامه داره. و توی این سمینار که گفتم بیشتر مدت زمان برنامه با موزیک و آواز و سر و صدا و ایجاد دو دستگی‌های ما در مقابل اونها میرن روی مخ بیچارت. برنده هیچ وقت تسلیم نمیشه. بازنده ها هستن که فکر میکنن این روش جواب نمیده و تو از این سمینار برمیگردی با روحیه بالا و باد در قبقب، ولی موندی چجوری بفروشی، مخصوصا آشغالایی که هیچ کس بهش احتیاجی نداره. و به جای اینکه روی این مذهب پول محور جدیدت برینی، روی خودت میرینی. خودت رو مقصر میدونی که چرا نتونستی پا به پای ارزش خداگونت پیش بری بدون اینکه ببینی چقدر ارزش خداگونت داغون و اشتباهه. احتمالاً تا الان خودت هم دیدی که این سیکل سرخوردگی توی حوزه‌های دیگه هم چجوری داره آدم‌ها رو بازی میده. بدنسازی و فیتنس، رژیم‌ها و برنامه‌های غذایی، فعالیت‌های سیاسی، سمینارهای خودیاری، نقشه‌های مالی و رفتن به دیدن مادر بزرگ در تعطیلات بعدی. پیام همیشه یکیه. هرچی بیشتر اون کار رو بکنی، بیشتر بهت میگن که باید بیشتر اون کار رو بکنی تا بالاخره رضایت وعده داده شده رو تجربه کنی. ولی اون رضایت هیچ وقت اتفاق نمیفته. ببین، یه لحظه تایم آوت بده. بذار من اونی باشم که خبر بده رو بهت میگم. درد انسانی مثل یه بازی موش و چکش میمونه. هر بار که یه دردی رو میترکونی، یکی دیگه از یه جای دیگه میزنه بیرون و هرچی سریعتر بزنی توی سرشون، سریعتر برمیگردن. درده ممکنه بهتر بشه، ممکنه شکلش رو عوض کنه، ممکنه هر بار کمتر فاجعه بار باشه، ولی همیشه اونجاست و بخشی از ماست، خود ماست. خیلی از سخنوران مذهبی اون بیرون هستن که ادعا میکنن درد موش و چکش شما رو میتونن از بین ببرن، یک بار برای همیشه. ولی حقیقت اینه، تو این بازی موشها پایانی ندارن. هرچی سریعتر اونا رو بزنی، سریعتر برمیگردن. و اینجوریه که خیلی از شارلاتانهای بازی مذهب انقدر کسب و کارشون طولانی میشه. به جای اینکه اعتراف کنن که این بازی تباهه، که فطرت انسان اساساً طوری طراحی شده که با درد همراه باشه، تو رو مقصر میدونن که نتونستی برنده بازی باشی. یا حتی بدتر،
تقصیر رو گردن یکی از اونای خبیث میندازن. اگه فقط میتونستیم از شر اونها خلاص بشیم، همه رنج هامون تموم میشد. ولی این هم جواب نمیده. با این کار فقط درد از یک جمعیت به جمعیت دیگه‌ای منتقل میشه و هر بار هم تشدید میشه. چون که صادقانه بگم، اگه کسی بتونه واقعا همه مشکلات شما رو حل کنه، باید تا آخر هفته دیگه در دکونش رو ببنده. رهبران نیاز دارن که پیروانشون همیشه ناراضی باشن. برای کسب و کار رهبریشون خوبه. اگه همه چی عالی و کامل می بود، دیگه دلیلی وجود نداشت که پیرو یکی بشن. هیچ مذهبی نمیتونه تو رو برای همیشه در آرامش و عافیت نگه داره. هیچ کشوری تا ابد حس امنیت و عدالت بهت نمیده. هیچ تفکر سیاسی نمیتونه همیشه همه مشکلات آدم‌ها رو حل کنه. برابری محض هیچ وقت نمیتونه اتفاق بیفته. یک نفر یه جایی همیشه به گا میره. آزادی محض وجود نداره، چون هممون باید مقداری آزادی رو فدای ثبات کنیم. هیچ کس هر چقدر هم دوستش داشته باشید یا اون شما رو دوست داشته باشه، نمیتونه بار گناهی که صرفاً به خاطر بودن حس میکنید رو از دوش شما برداره. همه چی به گا رفته، همیشه به گا بوده و به گا خواهد ماند. راه حلی وجود نداره جز راهکارهای مقطعی، بهبودهای جزئی، فاجعه هایی که فقط یه ذره از بقیه بهترن. و الان وقتشه که از فرار دست برداری و با آغوش باز بغلشون کنی. این دنیای بگا رفته ماست و ما بگا رفتگانی هستیم که توش زندگی میکنیم. گام ششم، پیامبر درآمدزا. خب حالا شد، رسیدیم به آخر خط. مذهب خودت رو داری و وقتش رسیده که همه میوه‌هاش رو برداشت کنی. حالا دیگه پیروان سینه چاک خودت رو داری که سرمایه‌شون رو در اختیارت قرار میدن و چمنهای خونت رو برات کوتاه میکنن. حالا بالاخره میتونی به هر چیزی که آرزوش رو داشتی برسی. 44 تا برده جنسی میخوای؟ فقط لب تر کن. به پیروانت بگو که مرحله ششم روشن ضمیری تنها زمانی به دست میاد که پیامبرتون به اورگاسم برسه. یه قطعه زمین بزرگ وسط ناکجا آباد میخوای؟ به پیروانت بگو که فقط خودت میتونی بهش رو براشون بسازی و زمینش باید خیلی دور باشه و البته خودشون هم باید پولشو بدن. شهرت و قدرت میخوای؟ به پیروانت بگو که توی انتخابات بهت رأی بدن یا حتی یک قدم بالاتر برن سراغ براندازی دولت. اگه کارت رو به خوبی انجام بدی، شاید حتی جونشون رو هم برات فدا کنن. خلاصه که فرصت‌های زیادی پیش روته. دیگه از تنهایی خبری نیست. از مشکلات رابطه‌ای هم خبری نیست. مشکلات مالی هم تموم شد. میتونی به وحشیانه ترین رویاهات هم برسی. فقط کافیه پا بذاری روی امیدها و رویاهای هزاران آدم دیگه. آره رفیق، تو برای رسیدن به این جایگاه سخت تلاش کردی و در نتیجه استحقاق این رو داری که همه سودش رو بذاری توی جیب خودت، بدون اینکه خودت رو درگیر یه سری نگرانی‌های اجتماعی مزاحم یا بحث‌های طولانی بی‌نتیجه در مورد اخلاق و مشتقاتش کنی. چون وقتی مذهب خودت رو راه بندازی، به یک دستاورد بزرگ میرسی که خودت تصمیم میگیری چی اخلاقیه و چی اخلاقی نیست. خودت تصمیم میگیری که چی درسته و خودت تصمیم میگیری که چه کسی راست میگه. خیلی ناراحتم از این که این خبر رو بهت میدم، ولی همین الانشم توی یکی از همین مذهب‌ها عضو هستی. چه متوجه شده باشی چه نه، تو ارزش‌ها و باورهای گروهی رو از مردم گرفتی. توی یه سری مراسم‌ها شرکت می‌کنی و چیزهایی رو برای اون باورها قربانی می‌کنی. مرزهای ما در مقابل اونها رو می‌کشی و خودت رو از لحاظ فکری منزوی می‌کنی. این کاریه که هممون می‌کنیم. باورهای مذهبی و رفتارهای قبیله‌ای مربوطه بخشی احساسی از ذات ما هستن. نمیشه ازشون کناری گیری کرد. اگه فکر میکنی بالاتر از مذهب هستی و از استدلال و منطق استفاده میکنی، ببخشید که این رو میگم، ولی سخت در اشتباهی. تو هم یکی از ما هستی. اگه فکر میکنی کاملا مطلع و تحصیل کرده هستی، خب نیستی. هنوز همون گویی هستی که قبلا بودی. هممون باید به یه چیزی ایمان داشته باشیم. باید یه جایی برای خودمون یه ارزشی پیدا کنیم. ما اینجوریه که از لحاظ روانی ادامه میدیم و رشد میکنیم. اینجوری امید پیدا میکنیم.
و حتی اگه برای آینده‌ای بهتر چشم‌اندازی داشته باشی، برای به دست آوردنش به یک جامعه نیاز داری، به یک گروه، و تنهایی از پسش بر نمیای. برای تحقق هر رویایی ما به تیم‌های پشتیبان و گروه‌های حامی نیاز داریم، هم به دلایل عاطفی و هم به خاطر حفظ بنیه ماجرا. به معنای واقعی کلمه به یک لشکر نیاز داریم. سلسله مراتب ارزشی ما که از طریق قصه‌های مذهبی بین هزاران و میلیون‌ها آدم دست به دست میشه، نظام‌های انسانی رو جذب، سازماندهی و به جلو میرونه و این ماجرا یه جورایی در چارچوب یک رقابت داروینی، یعنی بقای بهترین، اتفاق میفته. مذاهب دنیا بر سر منابع با هم رقابت میکنن و مذاهبی پیروز این میدون هستن که سلسله مراتب ارزشیشون بهترین و کارآمدترین استفاده رو از نیروی کار و سرمایه میبرن و اینجوری میشه که آدمهای بیشتری به مذهبهای پیروز میپیوندن، چون که خب بیشترین ارزش رو برای اعضای اون جامعه به ارمغان آورده. پس این مذاهب پیروز ریشه میدونن و به ارکان فرهنگ تبدیل میشن. ولی مشکل اینجاست، هر بار که یک مذهب پیروز میشه، هر بار که رسالتش رو به دوردست ها میفرسته و بر عواطف و اهداف آدمهای زیادی چیره میشه، ارزشهاش هم تغییر میکنن. توی این مرحله ارزش الهی مذهب دیگه شامل اون اصولی نیست که روزهای اول الهام بخش مذهب شده بود. ارزش الهی مذهب به تدریج میره به سمت صیانت از خود مذهب، به سمت اینکه چیزایی که به دست آورده رو از دست نده و اینجاست که فساد شروع میشه. وقتی ارزش‌های اولیه مذهب، اون جنبش یا اون انقلاب، به خاطر حفظ وضعیت کنونی کنار گذاشته میشن. به این میگن خودشیفتگی در سطح سازمانی. اینجوری میشه که از مسیح میری به سمت جنگ‌های صلیبی، از مارکسیسم میری به سمت گولاگ‌ها. اینجوری میشه که لاشه ارزش‌های اولیه مذهب میگنده و بوی گندش همه پیروانش رو در بر میگیره و باعث به وجود اومدن مذاهب جدید و واکنشگرا میشه که در نهایت مذهب اولیه رو فتح میکنن و این فرایند دوباره از اول تکرار میشه. در نتیجه هر جور نگاش کنی میبینی که موفقیت ناپایدارتر و زودگذرتر از ناکامیه، چون هرچی بیشتر جمع میکنی مجبوری بیشتر از دست بدی و در ادامه چون مجبوری بیشتر از دست بدی سخت‌تر میتونی امید رو حفظ کنی. ولی مهمتر این که با تجربه کردن و زندگی کردن امید، اون امید رو از دست میدیم. میبینیم که چشمانداز زیبامون برای یک آینده عالی خیلی هم عالی نیست و رویاها و بلند پروازی هامون لبریز از کمبودهای پیش بینی نشده هستن، چون تنها چیزی که واقعا میتونه آرزوهامون رو خراب کنه رسیدن به همون آرزوهاست.